به نام خدایی که جان آفرید، سخن گفتن اندر زبان آفرید. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. پدران و مادران اهل قدر و برادران و خواهران اهل اسلام من، بنده امروز با خواهش یک برادر یک قصه ای که با وسیله سامانه اینترنتی با ما دسترس کردند میخواستم برای شمایان نقل نمایم. و البته اگر در وقت گفتن این قصه اگر به خطاگی راه دهم، الله تبارک و تعالی مرا مغفرت کند و از همه شمایان معذرت میخواهم. یک زنی بود که ستر عورت میکرد اما نماز نمیخواند. گرچند شوهرش بارها تاکید میکرد که روز قیامت اولین پرسش از نماز است، اثر نمیکرد. اگر شوهرش جنگ میکرد از دست شوهر نماز میخواند، لیکن وقتی شوهر در خانه نباشد پروایی نماز را نداشت. خلاصه روزی شوهر به همسرش گفت هفته آینده به خانه مهمان زیاد میآید، تیاریت را از حاضر ببین. همسر گفت به بازار رفتن لازم، در خانه محصولات خیلی کم است. مرد گفت حالا در پیش یک هفته زیاد است، انشاءالله که به همش وقت میرسد. مرد امروز بیگاهی به همسرش تلفن کرد و گفت زود باش، من فراموش کردم مهمان ها خودی همین روز و حاضر می آمدند، زیاد از 50 نفر. و تلفنش را تماما خاموش کرد. و این زن مثل دیوانه سراسیم از کدام کار شروع کردنش را نمیدانست. خانه تیار، مسئولات برای خوراک نیست. تلفن شوهر خاموش، بر زمین باز چرا خاموش شد. این زن بیچاره این سو آن سو دوید اما هیچ علاج نیافته گریه آغاز کرد و به جایش نشست. و همین وقت شوهرش از در آمد. زن دید که شوهرش هیچ چیز نآورده است، مثل دیوانه داد زد که نزد مهمان چی میماند. مرد باشد تبسم میکرد و گفت اینجا بیا و مرا گوش کن، من با تو درس دادنی شدم و خلاص. وقتی یک بار مهمان میآید گفتم تیاری دیدی، اما روز عزرائیل ناگهان میآید چی کار خواهی کرد؟ از خراجات ناکردنم به تخلق افتادی، اما برای آخرت خودت توشه نساختی. پس از مرگت چی خواهی کرد؟ در تنگی به من تلفن کردی، اما در قبرت تنگی را ببینی چی کار میکنی؟ اونجا بی‌نمازان یار و یاور ندارند. به یک دمه که چرا خاموش شد نفست گرفت، فردا در قبر تاریک چه خواهی کرد؟ من در عمرت با تویم، اما پس از مرگت تنهایی، هیچ خیل مهمان حاضر نمی آید. من خواستم به تو درس عبرت دهم خلاص. چرا را هم من از حساب کنه خاموش کردم. همسر این را شنیده اول در جایش سکوت کرد، سپس چخور فکر کرد و خوب گریست و توبه کنان سری جای نماز آمد. الله تبارک و تعالی میگه ای آن کسانی که ایمان آورده اید، خود را و اهلتان را از آتش دوزخ نجات دهید. خواهران اهل اسلام، البته بعضی وقت بسیار از اون خواهران و از اون مادران اهل قدر در مکتب های خود میگن برادر بسیار وقت درباره خواهران نقل ثبت میکنن. متاسفانه امروز بسیار برادران در شهر مسافری قرار دارند، لیکن اون خواهرانی که یعنی اون همسرانی که در وطن قرار دارند در نابودی شوهر بسیار به کارهای خطا دست میزنند. الله تبارک و تعالی هر یک ما و شما را از راه خطا و از کار خطا نگه دارد. لیک خواهران اهل قدر، در زندگی باید به هر یک پست بلندی که به سر میآید باید صبر کنین و شکر هر یک دقیقه و شکر هر یک ثانیه عمر خود کنین. عائله را ویران کردن آسان، لیکن اون را آباد کردن این کار خیلی مشکل و بسیار زحمت را طلب می کند. از این لحاظ خواهران و مادران اهل قدر، به حرمت خداوند به قدر هر یک لحظه عمر را به قدر عائله خود برسین و از فکر جدا شوی و از فکر اون بی نمازی و دیگر اون دور باشین و در سیر جای نماز نشسته یکی در حق شوهر خود، دیگری در حق فرزندان خود دعای خیر کنین و عزت و احترام یکدیگر را در جایش گذارین. در این دنیا هر یک انسان، هر یک بنده قدر و قیمت خود را دارد. بنده کوشش میکنم تا از اون پستی و بلندی زندگی برای هر یک شمایان یک قصه پندآمیز ثبت کنم. لیکن البته نگفتن نماند که من نمیخوام به دل شما یک آزار رسانم. و الهی اگر در وقتی گفتن این یا آن حکایه و اینکه پند و اندرس یک سخن خطایی گفته باشم، الله تبارک و تعالی مرا مغفرت کند و از همه شمایان معذرت میخواهم. بنده میخواهم که عائله هر یک شمایان مستحکم باشد و به قدر همدیگر برسین و از اون
فرزندان یتیم و خردسال در کوچه سرسان و سرگردان در انتظار خواب پدر و مادر سر خود را به دیوار نزنند و در اویلای خود در آغوش پدر و مادر مهربان خود به وی برسند و مهر و محبت پدر و مادر را بچشند و سالم و باقوت به وی رسند. الهی الله تبارک و تعالی آیله های هر یکی ما و شما را مستحکم و مهر و محبت ما را بین همدیگر قوی بگرداند و خواهران و مادران هر یک ما و شما را از اهل نمازخوانان و با ایمان و با تقوی نصیب روزی گرداند. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. با احترام دوست برادری شما امید رحمت. برادران و خواهران اهل اسلام من، بار دیگر میگویم که در زندگی پستی و بلندی زیاد است و الله تبارک و تعالی با اون بنده که صبر میکند و وقتی به سرش یک مشکلی میاد میگه ان لله و انا الیه راجعون. الله تبارک و تعالی یار و مددگار هر یک ما و شما باد و به راه راست اهدنا الصراط المستقیم هدایت من گرداند. خداوند یار و نگهبان باد.